در آن صحرا شکسته، روی خاک افتاد و شد آینه زهرا شکسته. دست جانباز تو در دستان عباس از حتمت، جا مانده ماییم و آقا تو مهمان حیدر، ما را کنارش دعا کن تو و جان حیدر، تو و جان حیدر. دلتنگ ایوون طلای نجف هستم آقا، آقای شهیدمون داره اینو میگه انگار. دلتنگ ایوون طلای نجف هستم آقا، دل را به اذن دخول حرم بستم آقا، عهدی که بستم به جان تو نشکستم آقا. علی جان همه بخونم یا مرتضی 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 ای علی جان، یا فاطمه 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 جان، یا فاطمه فاطمه. دونه دل جای نوا همیشه سر کشد از نوای وای منو وای منو وای منو، شسته شده از رخ مولای من. این شب تهران شام غریبان شد، شما رفتیم دیگه حال کسی خوب نیست آقا جان. آقای من گفتم فکر نمی کردم یه بار باد اینطوری سفر بیاد. عمه جانتم نگاه کرد به بالای نیزه، او حسین جان گمان نمی کردم یه روزی سر تو بالای نیزه. حالا آقایون بگن میکشیم آن، حالا بقیه‌شو خانوما، میکشیم آن که اماممان کشت. میکشیم آن، حالا بقیه‌شو خانوما، میکشیم آن که اماممان کشت. آخرین ذکر علا و این ندعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة و الذلة و هیهات من الذلة.
مردم ببینید چشم انتهای سیاهی لشکر دشمن رو بره، قلب دشمن اونجاست. سرتون رو به خدا آریه بدید، پاهاتون رو زمین میخ کنید، همه با همه وجود انتهای سیاهی دشمن رو نشانه بگیرید. همه با هم مرگ بر آمریکا. اینها رو لعنشون کنیم در خانه خدا. همه با هم لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی همه با هم. ما برای خاک سپاری نیامدیم، ما آقا رو به امام رضا میسپاریم. ما برای قیام لله آمدیم. حرف دل تو رو میگم. همه با هم حیدر حیدر. مبارزه تازه شروع شده. یا علی مدد. حیدر حیدر. به حضرت رضا علیه السلام یه صلوات بلند بفرستید. ماشاءالله. کجا روم به که روی آورم که در دو جهان. آقا جان عنایت کنید، لحظات حساس هست، تقاضا میکنم به احترام امام رضا علیه السلام توجه کنید. لحظات حساس ویژه است. روح آجانمون ناظر به مجلس ما هستن. قربون قدمهاتون برم.
شما که از صبح اول وقت نه، بعضی ها رو میدونم از ساعات گذشته، روزهای گذشته همینجوری پیگیرید، مشتاقید، غم زده اید، خشمگینید، اشک میریزید. عرض کردم این خشم مقدس رو نگه دارید. اجازه بدید این مجلس با تمام احترامی که ویژه آقای ما لیاقت این احترام رو بلکه صدها برابر بیشتر دارن، تقاضا میکنم اجازه بدید به همون روال طیشه، پیکرها بیان و انشالله به سلامت و خیر و با شکوه آنچنانی تر دفن بشه. من تقاضا میکنم کوچیک و بزرگ به عشق علی ابن موسی رضا دستتون رو بیارید بالا، قربون دستتون برم. این فقط به عشق امام رضاست، به عشق امام رضا. یه صلوات بلند. اگر خسته جانی بگو یا علی، ای جونم، این جمعیت تو و بیرون این یا علی گفتنت مشت گره کده، دست بالا اومدت به یاد همون مشتی که میدونی که صاحب اون مشت الان همین حوالی داره این دستها رو میبینه کنار آقامون حضرت رضا علیه السلام. این مشت، این یا علی کوبنده ترین پیام هست برای همه اونایی که باید بدانند، کوچیک و بزرگ، دست بالا. اگر خسته جانی بگو یا علی، یا علی، یا علی. آقا جان قربونت برم، سوخته حاصل ما را بنگر یا امیرالمومنین، داغهای دل ما را بنگر، به صفای گل صحرا سوگند. خدایا به نماز شب زهرا سوگند، به حق حضرت زهرا، به این یا علی گفتنا، به این حرم نورانی و صاحب این حرم آسمانی. خدایا این جبهه نورانی رو به خونخواهی این سید بزرگوار به حق امام رضا علیه السلام به پیروزی نهایی برسان. بگو یا علی، یا علی. شب معراج مصطفی فرمود چون به مهمانی خدا رفتم، روی بال براق برقاسا سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. این راه ها رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. حسبنا الله رهبر شهیدمون همه با میل رو زمزم متحرشون به همه بشن غربتن الالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انزل يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء
وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء لا شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. أخونا غربيان میکشیم آن، حالا بقیه‌اش رو خانوما، میکشیم آن که اماممان کشت. بری کنار، شما بری کنار آقایون، یه چند دقیقه صبر کنید. قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. مردم باورید، چشم انتهای سیاهی لشکر دشمن رو بره، قلب دشمن اونجاست. سرتون رو به خدا آریه بدید، پاهاتون رو زمین میخ کنید، همه با همه وجود انتهای سیاهی دشمن رو نشانه بگیرید، همه با هم. مرگ بر آمریکا. خداحافظ ای جوانی زینب. The all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos and much more. عوضش سلام ای قد کمانی زینب، یه دونم از زهرا بگم خداحافظ ای نماز نشسته. با منید یا نه؟ خداحافظ ای نماز
نشسته خداحافظ استخوان شکسته. حالا بگو یا زهرا میخونم عرض منم تمام. یا علی مدد، خواهشم اینه حرف دل شماست مردم، همه با هم بخونیم. ای سرخترین خط قرمز، ای خون تو همچنان مبارز، شیطان شده از محو تو عاجز. کل این حرم از این صف اول تا اون صف آخر همه با هم بگیم از خون تو بگذریم هرگز. بگو ای سرخترین خط قرمز، ای خون تو همچنان مبارز، شیطان شده از محو تو عاجز. مردم از خون تو بگذریم. همه دارن میگن از این صف اول تا آخر تا روز انتقام تو باقی شنگ ما. اینجا نیامدیم که ترس از خطر کنیم، باید تقاص پس به دهندان حرامیان. ننگا به ما اگر که ز خونت گذر کنیم. هاشا 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 در انتقامت بشود کوتاهی. بگید هاشا 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 در انتقامت بشود. کلا 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 زمین بماند علم خونخواهی. همه دست بالا، مشکره کرده از سویدای دل. الحمدلله همه ما با هم نظریم در این نکته. دست بگیرید بالا مردم، مشتها گره کرده. خدا عزت به شما بده. همه با هم، اولی رو آقایون میگن دومی رو خانوما. حرف ما یک کلام، انتقام انتقام. دومی رو خاص خانوما میگن. حرف ما یک کلام. اینها رو لعنشون کنیم در خانه خدا. همه با هم لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی همه با هم. ما برای خاک سپاری نیامدیم، ما آقا رو به امام رضا میسپاریم. ما برای قیام لله آمدیم. دست بیار بالا، حرف دل تو رو میگم. همه با هم حیدر حیدر. مبارزه تازه شروع شده. یا علی مدد، حیدر حیدر.
عشق حضرت رضا علیه السلام یه صلوات بلند بفرستید. ماشاءالله. کجا روم به که روی آورم که در دو جهان. آقا جان عنایت کنید، لحظات حساس هست، تقاضا میکنم به احترام امام رضا علیه السلام توجه کنید. لحظات حساس ویژه است. روح آجانمون ناظر به مجلس ما هستن. قربون قدمهاتون برم. شما که از صبح اول وقت نه، بعضی ها رو میدونم از ساعات گذشته، روزهای گذشته همینجوری پیگیرید، مشتاقید، غم زده اید، خشمگینید، اشک میریزید. عرض کردم این خشم مقدس رو نگه دارید. اجازه بدید این مجلس با تمام احترامی که ویژه این جمعیت تو و بیرون، این یا علی گفتنت مشت گره کده دست بالا اومدت به یاد همون مشتی که میدونی که صاحب اون مشت الان همین حوالی داره این دستها رو میبینه کنار آقامون حضرت رضا علیه السلام. این مشت، این یا علی کوبنده ترین پیام هست برای همه اونایی که باید بدانند، کوچیک و بزرگ، دست بالا. اگر خسته جانی بگو یا علی، یا علی، یا علی. آقا جان قربونت برم، سوخته حاصل ما را بنگر یا امیرالمومنین، داغهای دل ما را بنگر، به صفای گل صحرا سوگند. خدایا به نماز شب زهرا سوگند. به حق حضرت زهرا، به این یا علی گفتنا، به این حرم نورانی و صاحب این حرم آسمانی، خدایا این جبهه نورانی رو به خونخواهی این سید بزرگوار به حق امام رضا علیه السلام به پیروزی نهایی برسان. بگو یا علی، یا علی. شب معراج مصطفی فرمود چون به مهمانی خدا رفتم، روی بال براق برقاسا. بگو خسته نشو. و اما بالاتر از مرگ برای اینها رو لعنشون کنیم در خانه خدا. همه با هم لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی همه با